گندم شاید خوشت نیاد یه جوری باشی. نه مش قرمزه. چرا با لحجه گفت باز قرمزه؟ چه مش قرمزه؟ زشت شده نه بابا؟ خیلی؟ تقصیر مامانه. مامان بابا رو یه بار ببینم دیگه کچلش کردی ها. فیلمتو دیدم کچل بودی. حالا که بابا رو فرستادی مو بکاره خودت برو تو تم کچل کن. بعد اینجا تو پوستتم بکنن با برقش. بعد برو مو بکار. چرا؟ بابا رو مجبور کرد مو بکاره. بعد چرا؟ حالا مثلا من برم درست میشه؟ دلت خنک میشه؟ بیمه